تا حالا شده احساس کنی توی یک باتلاق گیر کردی؟ هر روز بیدار میشی با کلی امید، ولی شب میبینی تقریبا هیچ کاری نکردی. من اونجا بودم، دقیقا همونجا. اما یه تصمیم کوچیک مسیرم رو عوض کرد. هر روز صبح شروع میکردم به نوشتن لیست کارها، هدف گذاری، تمرکز، تلاش. ولی تا ظهر حواسم پرت میشد. یه نوتیفیکیشن، یه تماس، یه ویدیو و تمام. یه روز بی هدف دیگه. احساس شکست میکردم ولی نمیدونستم چرا. یه روز یکی بهم گفت به جای اینکه دنبال انگیزه باشی، دنبال ساختن عادت‌ها باش. فقط 21 روز. هیچ بهونه‌ای. فقط انجامش بده. گفتم باشه 21 روز. فقط برای تست. 3 کار رو مشخص کردم. بیدار شدن سر ساعت مشخص، نوشتن هدف روز، انجام فقط یک کار مهم تا ساعت 12 ظهر. روز اول و دوم وحشتناک بود. بدنم مقاومت میکرد. ذهنم میگفت بی خیال شو. حس خستگی، وسوسه گوشی، وسوسه استراحت. ولی یه چیزی درونم گفت ادامه بده. فقط 21 روز. از روز 5 کم کم احساس کردم کنترل زمانم دست خودمه. از روز 10 تمرکز و بازدهی من بالا رفت. از روز 15 کمتر بهونه آوردم. بیشتر انجام دادم. آخر روز حس خوبی داشتم. چون بالاخره داشتم پیشرفت واقعی رو میدیدم. شاید عجیب باشه ولی فقط با 3 عادت ساده عزت نفسم برگشت. دیگه شبها با ناراحتی نمیخوابیدم. انگار ذهنم بهم میگفت آفرین. بالاخره خودتو جدی گرفتی. تو هم میتونی. لازم نیست یه شب همه چی عوض بشه. فقط 21 روز. 3 کار کوچیک، نه بیشتر. همین الان یه دفتر بردار، این 3 تا رو بنویس و از فردا شروع کن. منتظر چی هستی؟ بزن بریم. امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید. یا علی مدد.